کسری ناجی BBC فارسی جلو دوربین اومد گفت اون 15000 تا اول یا پولدارا بودن، رؤسای شرکت‌های استارتاپ ها بودن و فلان، اینا زود در رفتن با هواپیما. کسری ناجی اومد جلو دوربین گفت من 2 هفته است اینجام، لایو گفت، وایرال هم شد حرفش تو ایران. گفت با هر خانواده‌ای با هر کی حرف می‌زنم میگه آقا اولش که این اونور بود، غزه بود، بعد شد حزب الله، بعد یمن، ایران، عراق. این جنگ تمومی نداره دیگه، ما اینجا نمیتونیم بچه بزرگ کنیم، باید از اینجا بریم. این حرف خانواده‌های متوسطشونه، نتیجه جنگ فرسایشیه، همش هم قول خودشونه. چهارم اقتصادشه. از روز اول سینماها رو بستن از ترس اینکه انتحاری به قول اونا زده بشه. سریال سازیش تازه سریال تهران رو ساخته بود و پخش می‌کرد و می‌خواست جون بگیره، سرمایه‌گذارا متوقف کردن رفتن. هتل‌های جهانگردیش که مشخصه، حالا حوزه شما هم میشه، کشور جنگ زده معلومه تکلیف جهانگردیش چیه. هتل‌های زنجیره‌ایش بسیاریش آواره‌های این شهرک‌ها رفتن نشستن و نابوده، از جمله هتل‌های زنجیره‌ای بوتیک. و از اینه جنگ همینه. رتبه اقتصادیش، رتبه اعتباریش بر اساس مؤسسه مودیز آی مثبت بود. در طول جنگ شد آی منفی. پیش بینی مودیز اینه که همین روند ادامه داره، برو بریم به مثبت به منفی. رشد تولید ناخالص داخلیش به 0 رسید. رشد اقتصادیش در 2 تا 3 ماهه اول منفی شد به شدت. در کل 0 در کل این 1 سال اخیر. یعنی یک فشار اقتصادی هم بهش اومده. بعدیش خودش میگه، ما نمیگیم، ما نپذیرفتیم هیچ وقت. ربطی به حماس هم نداره. اینا یه خبرنگاری دارن بسیار مشهوره، یک کتاب نوشت راجع به ترور دانشمندای هسته‌ای ما به نام رونن برگمن، بسیار نزدیک به رؤسای موساد، و اسنادی که تو این کتاب گذاشت معلومه که مال موساده و اینو کسی جرئت نمیکنه، دسترسی نداره، اصلا داشته باشم جرئت نمیکنه منتشر کنه. این گفتش که 28 اکتبر پارسال، 20 روز بعد جنگ، یه مقاله‌ای نوشت در نیویورک تایمز با 2 نفر دیگه، خونه‌ش هم تل‌آویوه. آقا یه گزارشی داده کی اون شرکتی که مسئول حفظ امنیت داده ها و سرورهای ارتش ما، حفاظت ارتش ما، آمان، موساد، شین بت، شاباک، یعنی دفاتر اطلاعات داخلی خارجی و پلیس امنیت. چه شرکتی؟ شرکت آمریکایی اسرائیل چک پوینت. این مسئول حفظ این سرور هاست و امنیت داده هاست. میگه رو سایتش نوشته 10-12 ترابایت اطلاعات سرقت شده. یعنی هرچی اطلاعات از ارتش بوده، موساد بوده، شین بت، شاباک، اینا سرقت شده. چرا باید از چک پوینت یه همچین اعترافی بکنه؟ چون هکرها وقتی یه جایی رو میزنن رسمه، بخوان یارو رو خراب کنن یا بخوان ازش باج بگیرن یا بخوان یه چیزی رو اعلام کنن، یه اکانت رو توییتر میزنن، یه مستوره‌ای رو میذارن. جدیداً تو تلگرام هم این کارو میکنن. این اتفاق افتاده بود، یه اکانت به وجود اومده بود، اصلا مستوره‌ای از اینا رو صدها صفحه سند از ارتش، فرماندهان اینا گذاشته بود. برای چی؟ برای اینکه این اعتراف کنه که آقا ما رو زدن. 10-12 ترابایت میدونید کل وزارتخونه شما 2 سال صبح تا شب بشینه بخونه به ته نمیرسه ها. 10-12 ترابایت چیز کمی نیست. اونم خودش داره میگه. آدرسش هم دادم، 28 اکتبر. رونن برگمن رو سرچ کنید تو نیویورک تایمز، بقیه سرنخ دستتون میاد، از همونجا میتونید تا بقیه‌اش هم ببینید. اونا میگن کار ایرانه، میگن حماس، حزب الله توان نداره، چین و روسیه هم که اصلا انگیزه نداره، کسی دیگه هم این کارو نمیکنه، آمریکا هم همینطور. وسط جنگ کار ایران. بنابراین اون شکست راهبردی غیر قابل ترمیمی که خوردن در حوزه‌های اطلاعاتی، عملیاتی، نظامی، اون 4 اصل، در حوزه مهاجرت، در حوزه اقتصاد، در حوزه جنگ نرد، در حوزه سایبری، ما به ازاش وقتی از انفعال در اومد چیکار کرد؟ 2 تا هدف اصلی و 2 تا فرعی گذاشت. گفت یک، میرم کل حماس رو نابود میکنم. حالا که اینطور شد، این حرفا 2006 هم جو حزب الله میزد. هم گفتن نگو، نمیتونی این کارو بکنی، اون سری هم نتونستی. 2، میرم کل اسرا رو آزاد میکنم. 3، کل تونلا رو خراب میکنم. 4، کل غزه رو خاکش رو به توبره میکشم، ولی نمیدونم من میخوام چیکارش کنم. بیام بیرون، بمونم، بدم دست این، بدم دست اون. اینش هم معلوم نبود. آماری که خودش داره میده، اینترنشنال هم حتی دیدم پخش کرد، رسانه خودش که زودتر پخش کردن. میگه از حماس یه بخشی رو کامپلت نابود کردم از 24 تا گردان. ادعای اون تازه ها، ادعای خودشه. یه بخشی رو زدم، ضربه کاری زدم، عملیات کمی میتونه بکنه. یه بخشم علیرغم ضربه‌ای که زدم، عملیات کامل با ظرفیت کامل میتونه عملیات کنه. این یک. پس اینه که اصلا نرسید. الان به ته غزه رسیدی، به این که نرسید. 2، میگه در زمینه اسرا، چیزی که همه میدونن، پنهانم نیست که خودش هم بخواد بگه، عملیاتایی که کرده کلا رو هم 10-15 تا آدم تونست در بیاره تو عملیات. 4-5 تا کشته شد.
غیر از اون حدود 15-20 تا جنازه ها رو در آورد از این اسرا. به غیر از اون 100 خورده تو مذاکره آزاد شد، یعنی امتیاز داد، امتیاز گرفت. 100 خورده هم هنوز موندن. اونایی که موندن اکثرا مهندسای نخبه وزارت دفاع بودن، جوونا که روز اول گرفتار شدن، و افسرا و ژنراله همین سرتیپه و یکی دو تا سرتیپ دیگه. اصلکاریاش مونده. هنوزم کسی نمیدونه اینا کجان، چند تاشون کشته شدن، چند تاشون موندن. 100 خورده ای هنوز گرفتار. خب این که از هدف اصلیت. تونلا چی؟ تونلا رو میگفت 300-400 کیلومتر میرم خراب میکنم. بعد گفت 30-40% رو خراب کردم. حالا میگه من اشتباه کردم، تونلا 300-400 کیلومتر نیست که 30-40% رو خراب کردم. 700 الی 900 کیلومتر، شاید حالا اگه اون تاش در بیاد به 1000 کیلومتر بیشتر هم برسه. حرف خودشه. تو اهدافت که میمونه به اینکه 45000 تا آدم کشتی دیگه. اینا 1400 تا 2000 تا فوقش تا الان کشته باشن، تو 45000 تا 50000 تا آدم کشتی. علاوه بر این خسارتی که تا الان گفتم، چی گیرت اومده در مقابلش؟ 1. انزوای بین‌المللی. 2. تنفر از دانشگاه‌های آمریکا تا ژاپن و کره جنوبی و غیره. جنگی که 2 هفته اول میگفتی اینا بدتر از داعشن و غربی‌ها حداقل افکار عمومی پشتت بودن، یه دفعه برگشت تو همین 45000 تا آدمی که کشتی، حالا همه ضد تو هم. 3. دادگاه لاهه محکومت کرده. 4. 40-50 سال بود ایران خبر اول دنیا بود. در دنیای خبر اگه بگی 2 ریشتر زلزله اومده، همه عالم میریزن میخونن. 2 ریشتر سوسک هم احساس نمیکنه، ولی مردم نه ایران کل دنیا این شکلیه. دوست دارن میخونن. 40-45 سال خبر بعد دنیا، خبر یک ما بودیم. تریلیارد دلار هم خرج میکردی، این از روما کنار نمیرفت، چون هژمونی رسانه‌ای دست اون بود. یه شبه با حمله حماس مسئله اسرائیل و فلسطین نه تنها دوباره شد مسئله اول جهان اسلام، بلکه شد اولویت یک جهان. تو همین یک ساله آقای گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خیلی هم رفیق با اسرائیلیا، 3 بار حیثیتی مایه گذاشت که بگه آقا همه توجهتون رو ندید اونجا، ایران و بمب و هسته‌ای و اینا هم هست. هیچ کی توجه نکرد تا قبل از داستانه حمله ما و اسرائیل. در داخل خودشون قبل از طوفان الاقصی طرفدارا و مخالفین نتانیاهو 2 دستگی بود. الان سر این جنگ غزه و اون اسرا خانواده‌هاشون چند دستگی شده. میگم 6-7 میلیون یهودیه. بزرگترین تظاهرات 700,000 نفره را افتاد تو اسرائیل. یعنی جز خسارت و تحقیر چیزی تو غزه البته براش نداشت. برای همین هانوس موشی یعلون میگن آقا ما باختیم رفت، هر کاری به توبره بکشیم هم فایده نداره. مقبولیتش تو افکار عمومی رسیده بود به 30%. 70% مخالفش بودن سر غزه. یه برگ برنده میخواست بگه آقا حزب الله که گنده‌تر از حماس میزنم، حداقل میگم اونو باختم اینو بردم. رژیم حداقل یه برگی میخواست که بگه آقا اگر تو غزه بدبخت شدم این ور یه کاری کردم اینا رو ضعیف کردم. از همه اینا مهمتر چیزی که اهمیت داره برای اینا اینه، زیر مرز لبنان شهرکایی که بهترین استارتاپ‌هاش اونجان، اینا بهترین کالاها و خدمات رو صادر میکنن به اروپا آمریکا. من بعد به فکر اقتصاد خودش هم باشه دیگه. جنگ یعنی جایی به درد میخوره که بیشترین آسیب رو به حریف برسونی، کمترین آسیب به خودت برسه. حمله کرد، مجموعی از عملیات انجام داد. پیجرها، ابراهیم عقیل، فؤاد شکر، سید حسن، بچهای رضوان، شیخ صفی‌الدین، همه رو زد. به لحاظ تاکتیکی ارزش هر کدوم اینا بسیار بالاست. به لحاظ تاکتیکی یعنی حلقه های یک زنجیری که نهایتا میشه راهبرد. 5 تا 6 تا 7 تا عملیات درجه 1 انجام داد. اما همونجوری که یکی دو تا از استراتژیستای آمریکایی همون روز اول که همه مبهوت این عملیات پیجرگیر شده بودن، اونا نوشتن گفتن آقا با این کار شرک نشینا بر نمیگردن. یعنی چی؟ یعنی تاکتیکی یه دونه عملیات خوشگل کردی، راهبرد باختی. از چی شاکی بودن؟ میگفتن اگه مردی نمیترسی، که میدونن اینا میترسن چون رو زمین حریف نیستن، رو هوا لبنان اصلا پدافند نداره، بیا بزن. رو زمین 2006 هم شکست خوردن، جرئت نمیکنن رو زمین فعال باشن. همین الان که میشنوید ارتش اسرائیل چکر 73 کیلومتر مرزه، تو 10 کیلومترش به عمق 7 کیلومتر رفته عملیات میکنه برمیگرده. یعنی جایی هم ثبت نکرده بگیره ثبت کنه، جرئت نداره تو همه بیاد. حرف اونا این بود چرا این پیجرها که 15 سال 12 سال روش کار کرده بودی اینقدر راحت همین 4 تا رو کور کردی، 4 تا رو کشتی، تموم شد، 3000 تا مثلا زخمی، همین اینو میبرد تو حمله زمینی استفاده میکردی وسط جنگ، 3000 تا فرمانده یه دفعه مجروح بشه، جبهه اونوری شکست میخوره. دعواشون سر این بود. همین دو تا استراتژیست آمریکایی بعد از سید حسن هم باز نوشتن بازم با این کار مفت جنگت خوب زدی، با این کار بازم شرک نشینا بر نمیگردن. این تو راهبرد شکست خوردی، این تو راهبرد شکست خوردی.